Okay. Now, next. I told you about your body. If you want more speed, more power, should you be relaxed. If I'm stiff, and if I want to go very heavy, my body will be very heavy and I will lose speed. Understand? So here we speak about Kizami. First, Kizami, I back. And he follow with Gyakutsuki, okay? I make Kizami, you back, okay? I, one leg. I use power for go far. Example, I'm here. Okay? Yes. Okay? After Kizami, I back. Your body is flexible. Flexible. You should go. Okay? One leg. Kizami, Gyakutsuki. One step. Power with this. Two. Kizami, Gyakutsuki. Yes? One more. Okay. Pass. You fix distance. You fix distance. It's very important. If your distance is wrong, if I go so far, maybe kick. I should maybe, okay, come. When I feel, oh, wow, surprise. I should play with distance. Okay? Let's go. فشار آوردی به حریف گوشه تاتامیه کنار جوگای. You put pressure on your opponent and now they're in the corner about to go jogai. تو این یکی دو روزه فقط تمرین در رفتن انجام دادیم. یعنی هر چی میزدیم در رو ابراهیم هر چی میزدیم در رفت. In the last couple of days we've been working on escaping from the corner. رو به این ور که رفت چپ که رفت تو این گامایی. بشه نمیشه چودانگیری بزنم. تو این گامایی موقعی که از این ور بره یه باید تکنیکی داشته باشیم که حریف در نره یا امتیاز بگیریم ازش. پس نباید این فرصت رو از دست بدیم که حریف اومده گوشه. تکنیکه. You don't want to lose the moment that you've put your opponent in the corner. You have to use this time. تکنیکی که لازمه باید بزنیم. اگه از این ور چرخی به چرخ جودانگیری از این ور دوباره چرخی. اوکی؟ چون نمیشه موقعی که داره میچرخه چودانزوکی رو بزنیم. اگه از این ور چرخید از این ور بچرخ چودانگیری بچرخ جودانزوکی اورا مواشی میشه زد. از این ور باز چرخی بچرخ خوراکی میشه. پس هدف اینه که حریف از گوشه در نیاد. بگو اینو با فاصله تنظیم شده. اگه خیلی نزدیک بشیم دست جلوه رو میزنیم. اوکی؟ این نه. اینو بگینم. ولی موقعی که اخفال از فاصله تنظیم شده باشه دست جلو بیاد نهایتش میریم پایین. اوکی؟ یا دست جلو زد دفاع میکنیم. بعد این اخفال که انجام دادی حریف یعنی ماواشی میزنم دفاع میکنه. میکشه عقب داره که بعدش میاد که اجرای فن کنه. یعنی بعد از تکنیک من اون میخواد به من حمله کنه. یعنی این حالت. آره. بعد از میکشه عقب. یعنی شو ماشی میاد تو جودانزوکی رو میزنیم بعدش. اون میخواد بیاد تو بعدش. ها؟ آره. داری لفظ پا میکنی. یه میزنی. میخواد بیاد تو میزنی اینو. این خیلی مهمه که خیلی نزدیک نشیم به حریف. دیدمون رو باز کنیم. خب شاید یه موقع بعدش
حالا شاید چوبانگیری اومد، شاید هر تکنیکی اومد، ولی حریف یعنی بعد اینکه زدیم خواست بیاد تو بزنیم، بیاد تو بزنیم. این خیلی مهمه. بازم تاکید میکنم که چی، ما الان داریم میریم برای امتیاز که بگیریم، ولی حواسمون هم باشه که امتیاز از دست ندیم، فاصله بیشتر بشه. اینو سریع انجام میدم. خب بعدش که مثلا من زدم، یه لحظه که داری میای تو که با دست عقب بزنی، من تو رو میزنم.